حالا اینجا که ما جمع شدیم و میخوایم در موردش صحبت بکنیم و این آرش کمانداره یک نماد ایرانی هست، ولی من میخوام بگم یک نماد تمدنی هم هست توش در بیاریم. به صورت افسانه هست، چیز واقعیتی که ما بخوایم در موردش حرف بزنیم نیست. میگن زمان منوچهر پیشدادی که شاه ایران بوده به مدت 12 سال. اینجا بهتره؟ نه اینجا خوبه. به مدت 12 سال که شاه ایران منوچهر پیشدادی بوده، افراسیاب تورانی میاد یک لشکری میکشه به سمت ایران که زیر مجموعه روم بوده، میخواسته ایران رو بگیره. حالا به هر دلیلی بوده، بینشون یه اختلافایی پیش میاد. اینا میان با همدیگه صلح میکنن. بعد از 12 سال در طبرستان میگه که هر کسی که بیاد از بالای کوه تیر پرتاب بکنه و تیر در هر جایی که افتاد، اونجا میشه مرز بین منوچهر پیشدادی و افراسیاب تورانی. میگن آرش کماندار انتخاب میشه، میره بالای کوه، به قدری میگه اینقدر قوی و استحکام داشته، اون تیر را که پرتاب میکنه میگه افتاد بین مرز ایران که میگن بین افراسیاب تورانی و منوچهر پیشدادی. این داستان افسانه هست. چی رو میخواد بیان بکنه؟ دنبال این نکته هست که میگه هر کشوری که اتحاد و همبستگی داشته باشن و هر کشوری که با همدیگه متحد باشن و مبارزه بکنن با ظلم و ستم، اون کشور دنبال آبادانیه و اون کشور پیروزه. شما نگاه بکنید، از اول بوده تا الان بین خیلی از کشورها اختلافاتی و دعوایی بوده، ولی اون کسانی که با همدیگه اقتدار داشتن، با همدیگه به اون تمدن‌هایی که داشتن پایبند بودن، یعنی خودشون نفروختن به کشورهای غربی، اون اصالتشون رو از بین نبردن. اگر زبان من اردو، به زبان اردو صحبت میکنن، نه به انگلیسی. اگر منی که فارس زبان هستم، زبان فارسی ما داره تقویت میکنم. اگر اونی که زبان پشتو بلده داره به زبان پشتو صحبت میکنه، نمیاد تغییر بده. اینها میشه اون انسجام یک کشور، میشه اون اتحاد یک کشور. این که با آمدن یک مثلا حالا آمریکایی یا خیلی از چیزهای دیگه، این ما بیایم بگیم اصالتمون رو عوض کردیم و ما باید حالا اینجوری باشیم. نه، نگاه بکنید، سوریه یه جور، عراق یه جور، افغانستان یه جور، خیلی از کشورهای دیگه، هر کدومشون پایبند بودن به خودشون. این که ما میگیم آرش کماندار، یعنی اون اتحاد و همبستگی، یعنی اون عزت یک کشور که از یک چیزهایی به وجود میاد، یک کارهای انجام میدیم. نظام جمهوری اسلامی ایران هم از دهه فجر استارتش خورد. یعنی فردا روزی امام خمینی از پاریس وارد ایران میشه. حالا اینجایی که مثلا داره محمد رضا شاه بوده، اینها با یک سیستمی بودن، میذارن میرن. حالا بعد میریم حسینیه جمارانم، اونجا هم یه نکاتی داره که در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی اون اتحاد و همبستگی و اون استقلالش یعنی همین. من میخوام بهتون بگم که این یه حالت افسانه هست، ولی واسه ایرانیا یک چیز خیلی بزرگی هست و میگن آرش کماندار و رستم و سهراب و اسفندیار و همه اینها برگرفته هست. اون چیزایی هست که داره تاریخ ایران رو به نمونه‌ای داره بیان میکنه، اون ایران بزرگی که خیلی از کشورها وجود داشته. اگر خیلی زیاد صحبت کردم عذرخواهی میکنم.